سلام علیکم بچه‌ها. این درسی سوم است. نوید برنامه HTML. چون که گفتیم در درس سوم ما از تمام دیگر برنامه گرفته استفاده می‌بریم. اگر توضیح او برنامه گفتگی ما را از اینترنت دسترس کرده در کامپیوتر خودتون نصب کرده باشین، خوب کارتون خیلی آسان می‌شود. این رو من می‌پوشم. انا این رو می‌کشم با برنامه همونی که گفتم ادی. خب نوتپد پلاس پلاس وقتی استانوف کردیم با اولش پخش می‌کنیم. همین گونه لوحه ایلوه می شود. edit with notepad plus plus. من با بالای همین پخش میکنم. نظیر برنامه کشوده می شود. خب چقدر که میبینید برنامه ما آغاز شد، یعنی کشوده شد. این رو اکرانی کلان میکنم. در آینده با همین با پورگی کار میکنیم. حالا که شما چقدر که اهمیت داده باشید، انا این تگ ها HTML ما رنگش دیگر شد، هید رنگش دیگر شد، تایتل دیگر شد. خب رنگی تگمون با پورگی علیش شدن. خب این علیشیایش از اون معنا دارد که یعنی هر کدی که ما می‌نویسیم، تگایی که ما می‌نویسیم، سیستمش رنگ دیگر رو می‌گیرد، دیگرش رنگ دیگر. خب این چیزای نالازمه شکلون در درس یکم و دوم گفته بودیم، با من که اینها در کار نیست، اینها رو می‌گیرم. خب توضیح میکنم. در این اکنون با حضور جابجا کرده درس‌های دیگر رو با شما میگذارم. چون بعد چون این طرز جابجا میکنم برای که آسان شود برای من یافتنی هر جایهایی که در اینجا باشد. تگارا تز از نظر گذراندن یافتنش به خودم آسان میشود. این تگ رو میپوشیم. نیست تگی بادی را کمتر قفا میبریم. به هر حال HTML گلانیه. خب سالم از برنامه را با قفا میبریم. در این درس اکنون ما با شما چی میگذاریم؟ هیئت وزیرش را محکم میکنیم. پیش میبریم یکان چیزی علاوه در اون با ما در کار نیست. اکنون با ما چی در کار است؟ خب آموزش زده داشت به فکرم. خب آموزشی. اکنون در این درس ما با شما سه امکانات دیگر رو یاد میگیریم. یکی رنگ، یعنی همین تکستی که ما می نویسونیم در سایدمون رنگ بار کردن همین چی را می آموزیم. حرفامون دیمش رنگ بار کردن خودی همون سایت پشتی حرفامون که چگونه رنگ باشد. برای رنگ بار کردن ما باید چیکار میکنیم؟ و سوم چیزی که می نویسونیم این ابزاس مانی را یاد میگیریم. خب یکم می نویسونیم، یعنی این تگ بادی را جا میپرتیم چقدر که کشوده بود. در اینجا می نویسونیم تکست برابری میمونیم. اکنون ما رنگی دلخواه را می نویسونیم. مثال میگیم کبود، سبز، سرخ، فقط با زمانی انگلیسی. مثال از زیرش رنگی هست سرخ را انتخاب میکنیم و اینجا خودش امکانیتش پیدا میشود. برنامه خوبیش در همین است. رنگی سرخ رد. حالا که ببینید تکست هم رنگش دیگر شد. این هم که در اینجا چی گپی هست. خب اکنون در اینجا من سخنرانی رو پخش میکنم. حالا که برنامه سخنرانی میکند، بعد از اینکه سخنرانی کرد باز با همین براوزر برمیگردیم. از اینجا باز ابناید میکنیم. حالا که شما بینید که در اینجا سلام از سمونه رنگش تغییر یافت، یعنی رنگی سرخ رو گرفت. برای این دیدن ما باز با همین برمیگردیم. با جای مثال سرخ می نویسیم گرین. اگر خطا نکنم این سبز بود. باز سخنرانی میکنیم. باز برمیگردیم با براوزر. خب باز یک بار دیگر پخش میکنیم. چل که میبینید رنگی حرفمون علی شد. اکنون چل پشت یعنی اینجا ما تغییر دهیم. برای این رو تغییر دادن ما باز از یک امکانات دیگر استفاده میبریم که نام دارد بک‌گراند. و در اینجا ساوند هم اومد.
بگ کلورای ما استفاده میبریم. بگ کلور برابر خب اشک گرین، اشک گرین شد انایش مثال میگیریم رید، درش رنگی سرخ میمونیم. سخنید میکنیم. وقتی که سخنید کردیم برمیگردیم بریم باید پشت این حرفمون با پررنگی سرخ شود. چقدر که میبینید رنگی علاقه فون ما بک‌گراند ما با پررنگی سرخ شد. خب سرخ در اینجا نمیزیبد، یکون رنگی دیگر میگیریم. مثال میگیریم لایم، سخنید میکنیم. از پریزا گرفته علاقه با همین سبزمونه هم شده. اما یک گرین رو میگیریم تغییر میدیم. مثال بلک، همین رنگی سیاه خودش. همین قدر با فکرم بس است. اکنون ما میگذاریم با امکانیت سیمی که گفتیم. یکماش امکانیت این تکست بود، رنگ رو حلش میکرد. دویماش این بگ کلور است، یعنی مانوش بک‌گراند کلور میشود که پشت همون فون رو تغییر میدهد. سوم امکانیت این تگی بر است. تگی بر برای چی لازم است؟ مثال سلام از سمونه باز می نویسیم جو پارتوفته باز سلام سلام از سمونه. خب این را که نویسیم وقتی برنامه رو ما سخنید کرده سر میدهیم اینها را دوام به دوام می نویسیم. یعنی بگیم دوام به دوام. چقدر که میبینید اگر ما در اینجا بخوایم که اینش از تگ اینش روید اینجا ما میتونیم این خیلی سخنید کنیم و برنامه رو با سرش بدیم، فرق نداره. یکی در اینجا چقدر که میبینید باز هم دوام به دوام نویسنده است. برای که همین دوام به دوام ننویسونه ما میتونیم از تگی به ار استفاده بریم. خب انا تگی به ار، تگی به ار محکم نمیشود، فقط شده موندن در کل است تا ما نمیخویم. تگی به ار این رو با طرز خودکار میگیرد با پایان میخواموند. مثال میگیریم. خب یک بار اب نوید میکنیم چقدر که میبینید اتوماتیک با پایان خواندید. اگر رفت ما این رو با پشت این هم نویسونیم این رو باز سخنید میکنیم. در کجایی که خلاص ننویسونیم یا ابزاست پایان میفرد، یعنی خطی دیگری در همینجا جایش میستد. اگر ما 10 تا که همین خیلی نویسونده رویم من همین خیلی میشوند. مثال برای نمونه این رو من میگیرم کپی کرده باز یک توی دیگر می نویسونم. نگاه کنید وقتی سخنید میکنیم این از پایان این باز پیدا می شود. از دوامش اکنون ما تگی به ار که نویساندیم این به طور خودکار با از قسمی پایانی نویسانده می شود. به ار همون. خب این بود امکانیت یک چند امکانیتی عادی دیگره همین برنامه یعنی HTML که با شما گفته گذاشتیم. چند که میبینید کدی ما درست شده است. اگر سایت سازی کلان که شاق داشته باشیم ما میتونیم از اینترنت از دیگر درس هایی که در سمونه ها میشد دسترس نمایید. خب با این باشد درس سیمی با انجام میرسد. خب درسی تو درس های دیگر سلامت و سربلند باشید.